شب جمعه بود. 13 سالم بیشتر نبود، اما دوست و رفیق زیاد داشتم. اون روز مادرم و بقیه میخواستن برن گردش. هرچی اصرار کردن باهاشون برم قبول نکردم. از ساعت 5 عصر رفتند و من تو خونه تنها موندم. تا حدود ساعت 12 شب تو کوچه با بچه‌ها بازی میکردم. کم کم یکی یکی رفتن خونه هاشون و کوچه خالی شد. منم برگشتم خونه. خونمون یه انباری داشت درست کنار دستشویی. از همون انباریایی که از بچگی حس بدی بهت میدن. انگار پاتوق جنا بود. رفتم خوابیدم. شاید نیم ساعت هم نگذشته بود که تو حالت خواب و بیداری صدای در اتاق اومد. اول توجه نکردم. با خودم گفتم حتما مادرم و بقیه برگشتن خونه. صدا قطع شد و همین بدترش کرد. یهو چشمام نیمه باز شد. از سمت پنجره انباری یه چیز وارد اتاق شد. قدش خیلی بلند بود. حدود 1 متر و 90 یا حتی بیشتر. موهای بلند و جولیده، ناخن‌های کثیف و دراز، صورت کاملا سیاه و چشم‌های قرمز که مستقیم منو نگاه می‌کرد. بدنم قفل شده بود. نمیتونستم داد بزنم نه تکون بخورم. فقط وقتی به سمتم قدم برداشت یه دفعه جون گرفتم. از تخت پریدم پایین و بدون اینکه پشت سرم رو نگاه کنم از خونه زدم بیرون. پا برهنه دویدم تا خونه رفیقم. با ترس و گریه براش همه چی رو تعریف کردم. با هم برگشتیم خونمون. اما هیچ کس نبود. چیزی که بیشتر از همه ترسناک بود این بود که در انباری باز بود. در اتاق، در حیاط، همه درها باز بودن. انگار کسی عجله داشته بره یا هنوز اونجا بوده. از اون شب به بعد یه تصمیم گرفتم که هنوزم پاش وایستاجم. دیگه هیچ وقت تنها نخوابم.